سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز میخوایم با هم بک تست طلا رو بگیریم و یک روز معاملاتی رو با هم بررسی بکنیم، ببینیم چه موقعیت‌های معاملاتی رو بهمون میداده. خب قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم یه توضیحی راجع به بک تست بدم برای کسایی که نمیدونن بک تست چیه. ببین، بک تست خیلی ساده است. ما میریم گذشته چارت و با چارت حرکت میکنیم به سمت جلو، تحلیل میکنیم، با توجه به استراتژیمون مشخص میکنیم چه تریت هایی بهمون میداده و در نهایت یک برایندی رو داریم از استراتژی خودمون. و فوق‌العاده تمرین ضروریه، هم برای تریدرهای حرفه‌ای و هم برای تریدرهای مبتدی. حتما باید این بک تست توی برنامه هفتگی شما به عنوان یک تریدر باشه. ما توی کامیونیتی خودمون هر هفته جلسات بک تست رو برای بچه‌ها آپلود میکنیم که از این به بعد تصمیم گرفتم یک سری از این ویدیوها رو اینجا هم بذارم توی چنل یوتیوب. مطمئنم به دردتون میخوره. حتما این ویدیوهای بک تست رو جدی بگیرید. یه پلیلیست بک تست درست میکنم و هر سوالی اگر دارید راجع به این ویدیوها حتما از طریق کامنت ها بپرسید. همه سوال ها رو جواب میدم. خب بریم با هم بک تست رو شروع بکنیم. یه نکته ای رو بگم، ما توی سبکمون میایم از استراکچر دیلی شروع میکنیم، بعد وارد 1 ساعته میشیم و بعد وارد 15 دقیقه میشیم و 5 دقیقه. اما اینجا چون نمیخوام که زمان ویدیو بیش از حد طولانی بشه، از خود استراکچر 15 دقیقه دارم استفاده میکنم و فقط میخوام با همین زمان یا همین تایم فریم در واقع معامله بگیرم، ببینم یک روز طلا که 1 فوریه هست چقدر بهمون معامله میداده. حتما چنل رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک بکن، مطمئنم برات مفیده. این 10-15 دقیقه رو هم با دقت این ویدیو رو ببین. یه نکته دیگر رو هم بگم، سبک ما اسمارت مانیه. اگر هر جایی از این کانسپت رو متوجه نشدی توی کامنت ها بگو، سعی میکنم که خیلی راحت و ساده راهنماییت بکنم تا مشکلت حل بشه. خب اولین کاری که ما میکنیم توی سبک کاری خودمون مشخص کردن استراکچر بازاره. من یه توضیح خیلی کوتاه بدم، خیلی کوتاه این توضیح، و در واقع میگم اگر مشکلی داشتی بهم بگی، بهت میگم چطور این مفاهیم رو یاد بگیری یا آموزشش رو برات آماده میکنم. ما توی استراکچری که داریم یک مفهومی داریم به عنوان ایندیوسمنت که میشه این پولبک آخرین پولبک قبل از سقف، و اگر این پولبک زده بشه و بعد بریم بالا، این رو بریک آف استراکچر میگیریم. این نکته رو بدون تا توی این ویدیو گیج نشیم. خب استراکچر 15 دقیقه رو میخوام مشخص بکنم. آقا اصلا نیازی نیست شما برگردی از مثلا میگم 500 تا کندل قبلی بخوای شروع کنی به مشخص کردن استراکچر. این استراکچر سعودیه. اوکی، من میام این سقف‌های آخر رو فقط درست تشخیص میدم تا به لایو بازار که رسیدم کف و سقف درستی برای مارکت تشخیص داده باشم. خب میام از این سقف شروع بکنم، ببینم آیا این سقف برای من تایید شده و این یه بریک آف استراکچر هست یا نه. چطور؟ الان به توضیحشو دادم. باید ببینم آخرین پولبک و آیا این سقف گرفته یا نه. پولبک من اینجا کجاست؟ اگه دقت بکنی این لگ اومده بالا، یه پولبک زده رفته، بعد اومده این پولبک رو گرفته. پس این سقف برای من تایید شده، چون این پولبک اینجا که اسمش ایندیوسمنت هست رو این سقف اومده گرفته. پس اینجا من یه بریک آف استراکچر دارم. خب یه بریک آف استراکچر اینجا دارم. دقت کن کف ساختار 15 هم میاد اینجا، پایین ترین نقطه پولبک، و سقف ساختار 15 هم که اینجا تایید شد. وقتی این پولبک رو گرفت این سقف برای من تایید شد. خب اینم از سقف. حالا همینو ادامه میدم. دوباره اینجا یه سقف زدیم. این پولبک آخر بوده که گفتیم چی اسمش؟ ایندیوسمنت.
خب اگر این سقف بیاد این ایندیوسمنت زیر این ایندیوسمنت رو بگیره برای من تایید میشه. اینجا اومده این کار رو انجام داده، از این سقف اومدیم زیر این ایندیوسمنت. خب این سقف من دوباره تایید شد و میتونم وقتی که مارکت این سقف رو شکست یه بریک آف استراکچر اینجا مشخص بکنم. اینجا دوباره میشه بریک آف استراکچر من. کف ساختارم کجا میاد؟ آخرین نقطه این پول بک. اوکی، آخرین نقطه این لگی که برای من پول بک بوده اینجا میشه کف ساختار. دوباره اومدیم به سمت بالا. این سقف برای من کی تایید میشه؟ وقتی که بتونه این پول بک رو بگیره که اومده این کار رو انجام داده. اینجا اومده این پول بک رو گرفته. پس این سقف برای من توی تایم فریم 15 دقیقه باز هم یک سقف تایید شده است. بعد اومده اینجا این کف رو داده. خب اینجا رو من یه چیزی بگم دقت کن. خیلی این مفاهیم مشخص کردن استراکچر خیلی راحته و اگه نیاز داری که آموزشش رو ببینی حتما توی کامنت ها به هم بگو. اگه این کفه با کلوز گرفته میشد من میگفتم چاک یا چنج آف کاراکتر به وجود اومده و روند 15 دقیقه هم برگشته و نزولی شده. اما الان همینجوری که میبینی اومده مارکت با شادو این زیرو برداشته و رفته بالا، کلوز نداده. پس ما اینجا چنج آف کاراکتر نداریم و روندمون هنوز صعودیه. اوکی، چون این یک سویپ برای ما و سویپ اکستریم یه ستاپ فوق العاده قویه. بچه های کامیونیتی حالا میدونن و خیلی ازش استفاده میکنن. یه ستاپ فوق العاده قویه که اتفاقا توی همین ویدیو توضیح بهتون میدم. آقا دوباره این کف 15 دقیقه ما شد که در واقع مارکت ازش اومده بالا. این سقفمون هم که تایید شده بود. اینجا مارکت اومده این سقف رو با کلوز شکسته و دوباره به همون یه بریک آف استراکچر داده. حالا رسیدیم دیگه به لایو مارکت. دیدی اصلا نیازی نیست بری از خیلی زمان گذشته بخوای این سقف و کف‌ها رو مشخص بکنی. اولین کاری که میکنی ایندیوسمنت این لگ رو مشخص میکنی. آخرین پول بک کجاست؟ اینه دیگه. اوکی، خب آخرین پول بک رو مشخص کردی که این سقف اومده و این آخرین پول بکمون رو گرفته و سویپش کرده. حالا مهمترین قسمت کار، ما یه سقف داریم، یه کف داریم توی تایم فریم 15 دقیقه که داریم بر این اساس ترید میکنیم و بر این اساس کار میکنیم. کفمون اینجاست، سقفمون هم که اینجاست. سقفمون چرا تایید شده؟ چون این ایندیوسمنت رو گرفته، مارکت اومده زیرش. حالا میام محدوده های دسیژنال و اکستریم خودم رو مشخص میکنم. اکستریم یعنی چی؟ یعنی نزدیکترین ناحیه ولید. میتونه اوردر بلاک باشه، میتونه اوردر فلو باشه به کف من توی این در واقع روند صعودی. خب اکستریم من همین شادوه. خب این خیلی حالت بهینه است که بخوام این شادو رو به عنوان اکستریم بگیرم. کندلی که ما میایم اکستریم به عنوان اوردر بلاک اکستریم میگیریم باید سویپ کرده باشه. یک محدوده مهم رو میبینی اینجا رو سویپ کرده. ما خودمون چیکار کردیم؟ اومدیم محدوده بهینه شده رو مشخص کردیم و محدوده کل کندل رو هم همیشه مشخص میکنیم. همیشه به بچه ها میگم آقا کل محدوده رو در نظر بگیر. گاهن مارکت میاد و به محدوده میرسه، اینجا بهت تریگر میده، اما به محدوده‌ای که ریفاین کردی نمیرسه و تو نباید این حرکت صعودیه رو از دست بدی. خب کل محدوده‌مون مشخصه. دیدگاه ما چیه؟ دیدگاه ما اینه، ما در جهت روند روی محدوده های اکستریم و دسیژنال وارد معامله میشیم. اینجا دسیژنال نداریم چون ایندیوسمنتمون خیلی نزدیک به محدوده اکستریممونه. خب الان کامل میدونیم میخوایم چی کار کنیم. دیدگاه ما اینه 1 فوریه که الان اگه من اینجا نگه دارم میبینید 31 ژانویه است، ساعت 12 شبه. دیدگاهمون اینه آقا 1 فوریه از همین محدوده بیاد بالا تا این سقف 15، چون استراکچر پشتمون صعودیه. بریم ببینیم مارکت چی کار میکنه. خب بزنیم جلو. من بیارم تا ساعت
9 صبح جلو مارکتو دیگه. خب ساعت 10 صبح اینجا، 10 صبح 1 فوریه. ما چه دیدگاهی داریم؟ میبینید که مارکت به این ناحیه اکستریم ما واکنش نشون داد و از همینجا به سمت بالا حرکت کرد. اما چون ساعت 12 شب بود ما اون تایم معامله نمی کنیم، به خاطر همین توی جلسات بک تستمون هم اون معاملات رو نمیگیریم، نمیایم هر زمانی که مارکت بهمون معامله داد وارد بشیم. الان به بعد دیگه ما پشت چارتیم و اگه توی این ناحیه تریگر بگیریم وارد معامله میشیم با این تارگت سقف. اگه سقفمون بخوره چی؟ آقا بیاد سقف رو بزنه. خب دوباره اینجا بریک آف استراکچر داری، این کف تایید میشه، دوباره میای اکستریم این کف رو مشخص میکنی، دسیژنال رو مشخص میکنی و روی اون محدوده ها وارد معامله میشی. در واقع اگر سقفت بخوره محدوده هایی که مشخص کردی باید آپدیت بشن. اوکی؟ خب بریم ببینیم مارکت برمیگرده به سطح اکستریمی که داریم یا نه. ما توی سطح اکستریم 15 منتظر معامله میمونیم و اصلا نیازی نداریم این نوسان هایی که اینجا داره مارکت انجام میده رو بخوایم بگیریم. یکی از منطق هایی که ما داریم اینه که نیازی نیست تعداد معاملات بالایی داشته باشی، مهم اینه که تو توی مارکت سودده باشی و بتونی سود به دست بیاری، به موقع وارد بشی، به موقع هم خارج بشی، سود خودت رو بگیری و خدا نگهدار. خب میبینی مارکت رسیده به محدوده اکستریم ما ساعت 2 ظهر. حالا دنبال تریگر ورود میمونیم. تریگر ورودمون چیه؟ یا سینگل کندل اوردر بلاک یا چاک 5 دقیقه. ببینیم کدومو بهمون اینجا میده. خب اینجا چه اتفاقی افتاده؟ مارکت ببین چیکار کرده، اومده این کف رو برای ما سویپ کرده. ستاپ سویپ که گفتم بهتون توضیح میدم فوق‌العاده ستاپ قدرتمندیه که ما هر هفته تقریبا داریم باهاش معامله میکنیم. یه سویپ خیلی خوب با شادو اینجا انجام شده و این کف اومده مارکت با شادو گرفته. آقا سویپ انجام شد، سینگل کندل اوردر بلاکی هم بهمون داد یا نه؟ همین قسمت رو نگاه کن، این کندل اومده سویپ کرده، کندل بعدی اومده بالای این کندل کلوز داده. خب ناحیه ورودت مشخص شد، این کندل رو مشخص میکنی، میتونی شادو رو بگیری، میتونی کل کندل رو بگیری. میگم من بازم به بچه ها میگم که بیاید کل کندل رو مشخص بکنید چون که گاهن ممکنه جا بمونید. این محدوده ها رو پاک کنم دیگه، نیازی بهشون ندارم، این محدوده رو بیارم عقب‌تر. خب اینجا اولین لیمیتتون رو اینجا باید بکارید. شما وارد معامله بای میشید، یه بای لیمیت اینجا میکارید دیگه. حد ضررمون میفته پشت این کندلی که اومده سویپ کرده. من یه پیپم میارم پایین‌تر به خاطر اسپرد بروکر، یعنی میخوام واقع بینانه باشه ریسک به ریواردمون. میبینی آوردم پایین‌تر که با اسپرد این استاپمون نخوره. تارگت کجا قرار میگیره؟ استراکچر 15 مون سعودیه و ما داریم توی محدوده اکستریم وارد معامله میشیم. بعد از سویپ کف داریم وارد معامله میشیم. اینها فوق‌العاده مهمه و تاییدیه های به شدت بالاییه که ما اومدیم گرفتیم برای این معامله. پس تارگت نهایی خودمون رو میذاریم سقف 15، اما توی این نواحی میایم و در واقع پارشال اگزیت میکنیم، یعنی یه بخشی از سودمون رو سیو میکنیم. حالا این اوردر رو گذاشتیم، بریم ببینیم کی فعال میکنه. خب همینجا با این کندل اوردر ما فعال شد و الان توی معامله. خب دوباره یک کندل در واقع دوجی به همون داد و میبینیم دوباره یک ستاپ سویپ برای ما به وجود اومد. این کندل دوجی دوباره اومد کف قبلی خودش رو سویپ کرد. میبینید فقط داره این اتفاقات تکرار میشه. این کندل دوباره اومد این کندل رو سویپ کرد با این شادو و کندل بعدی مثبت و بالای این کندل هم اومد کلوز داد. خب دوباره ما ستاپ داریم برای وارد شدن. محدوده این کندل رو حالا مشخص میکنم، کل کندل رو من مشخص میکنم و اوردر بای خودم رو میذارم کلوز همین
کندل. استاپ هم میتونه بیاد پشت این سویپ قرار بگیره. من همون استاپ قبلی رو میذارم که امنیت بیشتری داره. تارگتمون هم یکیه دیگه، تارگت میره سقف استراکچر 15 دقیقه. ببینیم این معاملمون هم فعال میشه یا نه. خب این معاملمون هم فعال شد و ما 2 تا معامله الان داریم. بریم ببینیم چیکار میکنه مارکت. خب یه 15 دقیقه خوب رو به همون داد، یه کندل فوق العاده خوب رو اینجا از مارکت گرفتیم و با همین کندل تا ریوارد 2.96 تا ریوارد تقریبا 3 با همین کندل اومدیم. خب بریم ببینیم معاملاتمون چه اتفاقی براشون میفته. خب تارگت معاملاتمون خورد ساعت 7:30 شب و ما ساعت 3:30 ظهر وارد معامله شدیم. خیلی خوب تارگت معاملاتمون خورد و اینجا دیگه ما خارج میشیم از معامله و اینجا توی 50% هم احتمالا شما اومدید یه پارشال اکزیتی کردید، مثلا 50% سودتون رو خارج کردید توی این نواحی و اما تارگت نهایی که داشتیم اینجا در واقع خورده و دیگه نیازی ندارید بخواید بعد از این تارگت رو هم نگه دارید. اوکی، تارگتتون اینجا خورد، معامله رو میبندید و تموم. یه معامله با ریوارد 7 گرفتیم و یه معامله دیگه با ریوارد 7.5. توی یک روز کاری شما ریوارد بالای 14 رو به دست آوردید. اما اینو بگم اصلا فکر نکنید هر روز اینجوریه ها. ما یک استراتژی خیلی ساده رو داریم. بعضی روزا میاد اینجوری به همون ریواردهای خیلی خفن میده، بعضی روزا استاپ میخوریم و بعضی روزها هم اصلا معامله‌ای نداریم. و من این روز رو آوردم براتون، در واقع آموزشش رو گذاشتم تا متوجه بشید که توی 1 فوریه روی نماد طلا چه معاملاتی میتونستید داشته باشید. خب یه ریوارد 14، 2 تا معامله با ریوارد 7 که این معاملات رو ما گرفتیم و خیلی از بچه‌ها این معاملات رو گرفته بودن. به خاطر اینکه میگم خیلی واضحه، ما استراتژیمون خیلی مشخصه. ما میام روی نواحی اکستریم، حالا یکم هم دستخط جالب نیست، اکستریم و دسیژنال وارد معامله میشیم. بر چه اساسی؟ بر اساس استراکچر مارکت توی تایم 1 ساعته و 15 که با هم ترکیبشون میکنیم و وین ریت خوبی رو تونستیم به دست بیاریم. خب رفقا حتما چنل رو سابسکرایب کنید. این ویدیوهای بک تست رو میخوام ادامه بدم و هر از گاهی یک ویدیو بک تست اینجا بذارم. اگه روز خاصی مد نظرتونه یا نماد خاصی مد نظرتونه به هم بگید، با هم کار میکنیم بر اساس این سبک بک تستش رو میگیریم که میتونه خیلی برای هممون مفید باشه. حتما ویدیو رو لایک کن و هر سوالی که داری بپرس. هر سوالی داری راجع به مشخص کردن استراکچر بازار، اینکه چجوری تحلیل رو شروع کنی، هر سوالی داری راجع به ترید ازم بپرس و یه زحمتی بکش. ویدیو اول چنل رو هم حتما ببین، یه توضیحاتی دادم که خیلی میتونه برات مفید باشه. دمت گرم که تا آخر ویدیو رو دیدی. حتما بک تست گرفتن رو شروع کن، استراتژی خودت رو توی گذشته بازار تست کن. اگه توی گذشته بازار جواب داد بیارش روی حساب ریل و توی لایو بازار ازش استفاده بکن. امیدوارم توی این مسیر معامله گری هر روز بتونی پیشرفت بکنی و از روز قبلت بهتر بشی.